охирин таҳаввулоти ин соатҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри хабари мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷирон мешунавед. сешанбе 10 ноябри 2020 сол аст имрӯз. ва хабарҳоро аз Русия шурӯъ мекунем. бо фармони раиси ҳукумати Русия Михаил Мишустин квота барои додани иҷозат барои иқомати муваққатӣ дар Русия ба хориҷиён ва шахсони бешаҳрвандӣ барои соли 2021 муқаррар карда шуд. طبق فرمان حکومت روسیه در سراسر این کشور در سال 2021 39325 کوتای اقامت موقته برای شهروندان خارجی جدا کرده می شود. سند مذکور در پورتال رسمی اینترنتی سندهای معیاری حقوقی فدراسیون روسیه نشر گردیده است. در زمینه حجت آمده است که کвотаҳо از روی منطقه ها تقسیم کرده می شوند. قسم زیاد اجازتنامه ها را ولایت مسکو 2500 عدد، شهر مسکو 2000 و سنت پتربورگ 1200 عدد گرفتند. ولایت‌های بلگراد، تولا، رستوف و منطقه استراولوپول هر کدام 1000 مهاجری را قبول کرده می توانند. منطقه‌های باقی مانده از این هم کمتر. یادداشت میکنیم که در سال 2020 حکومت روسیه 6270 کвота، در سال 2019 83480 و در سال 2018 90360 عدد کвота برای دادن اجازت موقته برای خارجیان در روسیه جدا کرده بودند. طبقی از قرار حکومت روسیه برمی‌آید در سال 2021 شماره عمومی کвота برای همه منطقه‌های روسیه زیاده از 1000 را در بر می‌گیرد که این نسبت به سال‌های قبلی به طور نظررس کم باشند. در این برابر حکومت و یا مقامات الهیته شماره کم جدا گردیدن کвотаҳои اجازت موقته برای شهروندان خارجی را در سال 2021 تا حال شرح ندادند. در ادامه خبرها نظر نیز به ارزش پتنت در مسکو میکنیم. ارزش پتنت برای کاری مهاجران کاری در مسکو برای سال 2021 در سطح 5341 روبل باقی خواهد ماند. کمیسیون مخصوص دومه شهر مسکو روز دوشنبه 9 اکتبر به وکیلان پارلمانی پایتخت روسیه توصیه داده است که لایحه قانونی را قبول کنند که تغییرات به قانون مسکو را درباره نظام پتنت پیش بینی کند. لایحه قانون را به دومه شهر مسکو شهردار مسکو سرگی سابیان پیشنهاد نموده است. معاون سردار ریاست سیاست اقتصادی و رشد شهر مسکو لیانت کاستراما در صحبت با رسانه‌ها گفته است که کوفیسینت منطقوی پیشنهاد کرده مقامات شهر ارزش پتنت را برای کار برای شهروندان خارجی از 5 کشور اوکراین، مولداوی، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان در سطح سال گذشته نگاه می‌دارد. تکلیف کرده می شود که یک کوفیسینت منطقوی پتنت مقرر کرده شود که ارزش پتنت را در سال 2021 در یک ماه 5341 روبل یعنی در سطح سال 2020 نگاه دارد، گفته است لیانت کاستراما نماینده حکومت شهر مسکو. یادداشت می‌شویم که به شهروندان کشورهای اوکراین، مولداوا، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان هنگامی که در روسیه ضرور است که اول از مقامات کارهای داخلی محلی پتنت گیرند که هر منطقه روسیه نرخ پرداخت معین پتنت خود را دارد و هر سال نیز قریب در همه منطقه های روسیه بالاروی نرخ پتنت به نظر می رسد. اما امسال برعکس ولایت سامارا از حالا اعلام کرد که نرخ پتنت مهاجران رو امسال نه بالا بلکه پایان می‌آورد. حکومتداران سامارا امیدوارند که با کم کردن نرخ پتنت جلب مهاجران مهنتی را به منطقه بیشتر خواهند کرد تا در این دوره نارسایی قوه کاری مهاجران ساحه‌های حیاتاً مهم این ولایت به کارمند نمانند. تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. در مسکو میمونیم و نظر به یک حادثه میکنیم. مقامات کارهای داخلی ولایت مسکو روسیه یک شهروند خارجی را با نام مناسب عثمانوف جسورجان عبدالکریموویچ سال تولدش 1 سپتامبر سال 1994 تحت جستجو قرار دادند. در خبرهای نشر گردیده گفته می شود که این نفر شهروند تاجیکستان بوده در صادر کردن جنایت کشتار مطابق طلبات قسم 2 ماده 105 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه گمانبر دانسته می شود. گفته می شود که شام 7 نوامبر در یک خانه خصوصی در دهه
паряковаи ноҳияи солнечногорски вилояти Маскав ҷасади ду зан инчунин як духтарро бо захмҳои кор дар қафаси сина ва гулӯ пайдо карданд. кӯдак аз ҳамла ҷон ба саломат бурдааст, аммо вазъи сангин дорад. طبق اطلاع ریاء نووس دخترچه 6 ساله به بیمارخانه شهر زلنگورد انتقال یافته است. بنا به معلومات مفتشان از روی کشتار مادر 44 ساله و بیبی 67 ساله این کودک پرونده جنایتی آغاز شده است. پرونده حمله به کودک احتمالاً بعدتر آغاز کرده می شود وقتی که طبیبان درباره ضرر به او رسانیده خلاصه می برآورند. در منزل استقامت این عائله مفتشان آثار تازه جستجوی اشیای قیمتبها را یافتند. حالا تشخیص سودی ژنتیکی تعیین گردیده است. گمانبر در جستجو قرار دارد. دادستان ولایت مسکو تفتیشات را تحت نظارت مخصوص خود قرار داده است. روزنامه مسکووسکی کامسомолецк می‌نویسد که مادر این دختر معلمه دانشگاه اقتصادی روسیه به نام پلخانوف است. طبق اطلاع روزنامه 7 نوامبر بین صاحبخانه و کارگر کرایه آنها جسورجان عثمانوف میبایست برای تعمیری که در آن خانه انجام داده است معاملات پولی صورت گیرد. اما چه سبب گشت که کارگر کرایه صاحبخانه و مادر او را با کار به هلاکت رسانید تا حالا معلوم نیست. بنابراین این حادثه دادستانی ولایت مسکو با دادستانی منطقه سفارش داده است که درباره اجرای قانونگذاری مهاجرت در این شهر سنجش پر را گذراند. ادامه خبرهای روز را شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید و به موضوع دیگر و به دیگر منطقه میرویم. قریب 900 مهاجر مهنتی از بنگلادش به ازبکستان برای کار میروند. آنها را یک شرکت مهندسی قرشی کرایه کرده است. خبر میدهد خبرنگار پدرابنا.uz با استناد به روزنامه بنگلادش دیلی استار. طبق اطلاع روزنامه اولین هواپیما با 239 مهاجر از بنگلادش علیه به ازبکستان آمده است. باقی مانده کارگران بلند اختصاص در آینده نزدیک با 2 هواپیمای دیگر فرستاده خواهند شد. متخصصانی که بازار مهنت بنگلادش را تحلیل میکنند ازبکستان را امکانیت خوب برای شغل شهروندان کشور میشمارند. حالا برای مقامات بنگلادش جستجوی بازارهای نوی مهنت فوق‌العاده مهم است. پیش از همه از آن سبب که طلبات به کارگران خارجی در کشورهای خلیج با سبب گوناگون به طور نظررس کاهش یافته است. آمدن 900 شهروند کشور بنگلادش به ازبکستان باعث مهاجران مهنتی در حالی است که مسئله صدها هزار شهروندان خود ازبکستان به روسیه، ترکیه، کره و دیگر کشورها را به مهاجرت مهنتی می‌آورند. امسال برعکس حال بنا به بسته بودن سرحدها مهاجران ازبکستانی به روسیه راه نیافتند. شما تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر شنیده اید. دیرکتور اجرایی اسوسیاسیون توراپراتوران روسیه م.Ломидзе سندهای تخمینی گشوده شدن مرزهای روسیه را نامبر کرد. به اندیشه او محدودیت‌ها تدریجاً از بهار سال 2021 بکار خواهد شد. نماینده اسوسیاسیون شرکت‌های سیاحی به رسانه‌ها گفتند که درباره گشودن مرزها پیشگویی‌ها کردن قریب که غیر امکان است چون همه این از وضع اپیدمیولوژی وابسته خواهد بود. با گفته م.Ломидзе گشودن مرزهای روسیه در ماه مارس اپریل سال 2021 امکان پذیر خواهد بود. یادآور می‌شویم که در پی پنجشنبه به میدان سرایت کرونا ویروس در تمام کشورهای جهان روسیه نیز تدابیر چاره‌های بهداشتی را روی دست گرفت تا از ماه مارس مرزهایش را بست. اما با مرور وقت این کشور قسماً با بعضی از کشورها مرزهای خود را باز نمود. اگر به کشورهای عضو اتحادیه دولت مستقل نظر کنیم، روسیه روابط هوایی را با بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان برقرار کرد. برای کشورهای چون تاجیکستان و ازبکستان مقامات روسیه ابراز نظر دقیق نکردند که روابط هوایی را برقرار خواهند کرد. در این برابر با وابسته بودن سرحدها در روسیه نورسایی قوه کاری به حساب زیاد دیده می شود. به این جریان بسته بودن سرحدها سبب گردیده است. پیشتر وزارت کارهای داخلی روسیه معلومات پخش کرد که در روسیه قریب 25% مهاجران مهنتی سالانه کاهش یافتند. در حدود مسکو باشد به گفته سرگئی سابیانین شهردار مسکو 40% مهاجران کم گردیدند که این به نارسایی جدی کارگران در بخش‌های خواجگی منزلی و کمونالی، خدمت رسانی، خطکشانی، رانندگان تاکسی و بخش ساختمان تاثیر
چی رسانیده است؟